سلام به دوستان و عزیزان علاقه‌مند به ساز فلوت. یه عدد ساز خوشگل و خوش صدا از چوب عناب، ساز بانسوری یا همون فلوت هندی در کوک صلح به سفارش دوست عزیز افغانمون، هنرمند و نوازنده خوب طول نواز جناب آقای عباس صمدی برایشون ساختیم. بسیار زیبا و خوش صدا و خوش نفس، 2 مهر درجه 1. بریم با هم بشنویم صدای زیبای این ساز رو. سلام به دوستان و عزیزان علاقه‌مند به ساز فلوت. یه عدد ساز خوشگل و خوش صدا از چوب عناب، ساز بانسوری یا همون فلوت هندی در کوک صلح به سفارش دوست عزیز افغانمون، هنرمند و نوازنده خوب طول نواز جناب آقای عباس صمدی برایشون ساختیم. بسیار زیبا و خوش صدا و خوش نفس، 2 مهر درجه 1. بریم با هم بشنویم صدای زیبای این ساز رو.